سلام به همگی. توی بخشای قبلی به این نتیجه رسیدیم که بله، یک دشمن واقعی وجود داره. اما خب سوال اصلی اینه که خب که چی؟ اصلا شناختن این دشمن چه فایده‌ای برای ما داره؟ توی این بخش می‌خوایم دقیقاً به همین موضوع بپردازیم. خب سوال اصلی همینه. اینکه شناختن این دشمن دقیقاً چه سودی برامون داره؟ چرا باید براش وقت و انرژی بذاریم و تاکتیکاشو یاد بگیریم؟ تهش قراره به چی برسیم؟ ببینید این بحث یه چیز تئوری و آکادمیک و به درد نخور نیست. نه، این یه استراتژی کاملا عملیه، یه نقشه راه برای یه زندگی بهتر. در واقع این شناخت کلی هدیه فوق‌العاده با خودش میاده که میتونه زندگیمون رو از این رو به اون رو کنه. خب بریم سراغ اولین هدیه. اولین و شاید بشه گفت بنیادی ترین هدیه اینه که ایمان و ارادهمون قوی تر میشه. چون هر مبارزه‌ای اصلا فرقی نمیکنه کوچیک باشه یا بزرگ، ما رو قوی تر از قبل میکنه. این تشبیه رو ببینید چقدر قشنگه. فکر کنید ایمان و ارادتون مثل یه عضله است. هر بار که جلوی یه وسوسه وای میستید و بهش نمیگید، انگار یه وزنه زدید توی باشگاه. این عضله هی قوی‌تر و قوی‌تر میشه. با هر پیروزی نه فقط قدرت روحیتون بیشتر میشه، بلکه یه قدم هم به خدا نزدیکتر میشید. خب حالا که از درون قوی‌تر شدیم، نتیجهش چی میشه؟ اینجاست که میرسیم به هدیه دوم، آرامش. اما نه یه آرامش سطحی و زودگذرها. صحبت از یه آرامش واقعی و پایداره. یه چیزی که از اعماق وجود خودمون میاد. وقتی ما با این افکار منفی، چیزایی مثل حسادت، اضطراب، استرسای الکی مبارزه می‌کنیم، در واقع داریم یه خونه تکونی اساسی توی ذهن و قلبمون انجام میدیم. این پاکسازی کلی از انرژی ذهنی ما رو که الکی داشت هدر میرفت آزاد میکنه و نتیجهش دقیقاً همون آرامش عمیق و واقعی که دنبالشیم. و البته این تلاش‌ها فقط برای به دست آوردن آرامش توی این دنیا نیست. هدیه سوم اینه که ما مقام بالاتری پیدا می‌کنیم. هر قدمی که تو این مسیر برمی‌داریم، هر چقدر هم که کوچیک به نظر بیاد، جایگاه ما رو پیش خدا بالاتر میبره. هیچی از قلم نمیفته. هر پیروزی، چه کوچولو چه بزرگ، ما رو یه پله به خدا نزدیکتر میکنه و پیشش عزیزتر میشیم. این تلاش برای بهتر بودن مستقیما روی جایگاه معنوی ما تأثیر میذاره. هدیه چهارم شاید یکم عجیب به نظر برسه. این دشمن میتونه مثل یه حریف تمرین خیلی خوب عمل کنه، کسی که باعث رشد ما میشه. وقتی شما با کلک‌ها و تاکتیکاش آشنا میشید و یاد میگیرید چطور باهاش مقابله کنید، هوش و ذکاوت خودتون تیزتر میشه. اینجاست که یهو به خودتون میایید و میبینید وای، من چقدر قوی‌تر از اون چیزی بودم که فکر میکردم. توانایی‌های پنهان خودتون رو کشف میکنید. و اما هدیه پنجم که به نظرم خیلی مهمه، زندگی بدون حسرت. واقعاً یکی از بدترین حسای دنیا پشیمونیه، مگه نه؟ خب شناخت دشمن کمک میکنه که از این حس تلخ تا جای ممکن دور بمونیم. آخه ببینید، معمولاً ته گول خوردن از این دشمن چیزی جز پشیمونی و حسرت نیست. این شناخت مثل یه چراغ قوه توی مسیر تاریک عمل میکنه. به ما کمک میکنه جلوی پامون رو ببینیم، انتخابهای درستری داشته باشیم و در نتیجه خب یه زندگی با رضایت بیشتر و حسرت کمتر بسازیم. خب تا اینجا کلی انرژی ذهنی و روحی که قبلا صرف درگیری‌های درونی میشد رو آزاد کردیم. حالا با این انرژی چی کار کنیم؟ اینجاست که هدیه ششم وارد میشه. ما میتونیم برای دیگران مفیدتر باشیم. وقتی دیگه انرژیمون صرف جنگیدن با فکر و خیالهای منفی نمیشه، خب معلومه که وقت و تواناییمون آزاد میشه. اون وقت میتونیم این انرژی رو بذاریم برای کارهای مثبت، برای ساختن، برای کمک کردن به خانوادهمون، به دوستامون، به جامعه. در کل تبدیل میشیم به یه آدم مفیدتر و موثرتر. اما صبر کنید، همه این 6 تا هدیه‌ای که گفتیم در نهایت به یه جایزه بزرگ ختم میشن. یه هدیه هفتم که در واقع همه قبلی‌ها رو توی خودش جا داده. و اون جایزه بزرگ چیه؟ بصیرت. حالا بصیرت یعنی چی؟ یعنی یه جور دید عمیق پیدا می‌کنید. انگار یه عینک مخصوص به چشم می‌زنید که باهاش می‌تونید واقعیت پشت اتفاقات رو ببینید. دیگه به این راحتی‌ها گول نمی‌خورید. داشتن بصیرت یه برگ برنده فوق‌العاده توی زندگیه. پس دوستان می‌بینید شناخت دشمن اصلاً برای ترسیدن و وحشت کردن نیست. برعکس، این شناخت یه ابزار قدرتمنده، یه نقشه راهه
برای اینکه توی بازی زندگی برنده باشیم و این نقش راه یه مأموریت 4 مرحله‌ای داره. برای همین توی بخش‌های بعدی قراره با هم این مأموریت رو انجام بدیم و به این 4 تا سوال کلیدی جواب بدیم. اول، این دشمن اصلاً کی هست؟ دوم، از چه راههایی وارد زندگی ما میشه؟ سوم، هدفش چیه؟ دقیقاً میخواد چی کار کنه؟ و چهارم، و از همه مهمتر، ما چطور باید باهاش بجنگیم؟ خب حالا که میدونیم چه جایزه‌های بزرگی در میونه و چرا این شناخت انقدر مهمه، آماده اید که بریم سراغ اولین قدم و بفهمیم این دشمن دقیقاً کیه؟ پس توی بخش بعدی با هم به این سوال جواب میدیم. همراه ما باشید.